در بند 199 F و G این لایحه اومده که وزیر مهاجرت استرالیا میتونه کشوری رو جزو کشورهای مرتبط با اخراج پناهجویان غیرقانونی برشمرده و درخواست ویزای شهروندان این کشور رو محدود کنه. در رسانه‌های استرالیا نام ایران هم ذکر شده. از دیدگاه جناب عالی آیا ایرانیان باید از تصویب این لایحه نگران باشند؟ ببینید، ما در ارتباط با استیفای حقوق اتباعمون در سرتاسر دنیا همیشه هوشیارانه به گوش هستیم و رصد میکنیم و هر جا که لازم باشه در این ارتباط وارد عمل میشیم. همونطور که استحضار دارید توی وبسایت اطلاع رسانی رسمی دولت استرالیا یه سری محدودیت‌های در خصوص سفر به ایران منتشر شده. اخیراً یه توماری در استرالیا به امضای حدوداً 3000 نفر رسیده و از دولت استرالیا درخواست شده که زمینه تسهیل پرواز هوایی مستقیم بین ایران و استرالیا رو فراهم بیاره. من می‌خواستم نظر جناب عالی رو تو این زمینه بپرسم و آیا فکر می‌کنید که این موضوع میتونه به فرجام نیک در زمان تصدی مسئولیت جناب عالی به عنوان سفیر ایران در استرالیا برسه؟ موضوع بسیار خوب، شیرین و دارای چشم‌انداز مثبتی رو مطرح کردین. من خیلی خوشحال و از این هستم که این موضوع یکی از محورهای مورد پیگیری ما هست و به حقم باید باشه. شما الان قریب به 1 ساله که به عنوان سفیر ایران در استرالیا منصوب شدید و سفیر جدید استرالیا آقای ایان مکانویل هم در چند هفته گذشته در ایران مشغول به کار شدن. بسیاری از ناظران معتقدند که این انتصابات نوید دهنده سرفصل جدیدی از روابط دو کشوره. من می‌خواستم نظر جناب عالی رو در این خصوص بدونم و آیا شما نکته و پیامی برای سیاستگزاران استرالیایی دارید یا خیر؟ من شخصا از علا ساید کشور خودم بیشتر میتونم تأکید بگذارم که خب جمهوری اسلامی ایران در زمانی که مد نظر بود ما اعزام بشیم بعد از یک دوره وقفه‌ای که تا رئیس نمایندگی به عنوان سفیر باشه، هم با آقای رئیس جمهور ملاقات داشتیم، هم با جناب آقای وزیر امور خارجه و در هر دو دیدار برای اینکه ما میتونیم با استرالیا روابط خوب، حسنه، آینده دار و دارای زمینه‌های قابل گسترش به اصطلاح روش حساب کنیم، این هر به اصطلاح سمت ایران این امری بدیهی و مورد تاکید بوده. در همین ارتباط بنده هم به عنوان کسی که حالا توی این حوزه‌های مثلا مطالعاتی کاری قبلا تو بک‌گراند خودم حالا داشتم که این میتونست شاید تو این زمینه کمک کنه به پیشبرد سیاستمون توی این قسمت از دنیا، خیلی با خوشحالی این مأموریت پذیرفتم و خودم انگیزه در درون خودم هم بوده برای اینکه این اتفاق مثبت انشالله برای توسعه روابط بیفته. آقای مکانویل هم اشاره کردید، ایشون از همکاران خوب وزارت خارجه استرالیا با ما بودن، در تصدی که داشتن اینجا با هم در تعامل بودیم. از نظر شخصی و فردی خیلی فرد مثبت، همکاری جو و رو به اصطلاح پیشرفت در کار هست نگاهشون و من مطمئنم این وجود در گزینششون برای کار با ایران هم مطمئن نظر واقع شده. من شخصا امیدوارم نقش افراد به عنوان کارگزار، مجری که اصطلاح انگلیسی میگن استراکچر، ساختار ایجنت، مجری یا کارگزار درون ساختار هست. برای کارگزاری و مجری نقش قائل هستم. شخصا خودش هم بینش و نگاه شدنها باشه از جنبه ایجابی نه سلبی به کار نگاه. از این نظر تقریبا من رجای واسق دارم که هم ما هم ایشون که در تهران زحمت این حالت درشون هست. میمونه ساختارها و بسترهای کار برای اجرای دیپلماسی که ناظر برای ابزار اجرای سیاست خارجیه. خب این بعد از مرکزهای مربوطه یعنی وزارت خارجه های زیر ربط هم حمایت بشه، بستر باز شه، راه هموار بشه. خب
مصداقش چیه؟ برگزاری همین به اصطلاح پلتفرم ها، سکوهای مثل همین کمیسیون مشترک کنسولی. نیاز مبرمی هست که الان شما داری بهش اشاره میکنید. چقدر سوال در افراد ذی نفس ذی مدخل تو این موضوع هست. خب ما اگه همچین چیزی رو برگزار کنیم کلی میتونیم رفع نگرانی کنیم، پاسخگو باشیم. خب یه بستره. مشورت‌های سیاسی از قبل ما باشون داشتیم. ما حتی کمک‌های خیلی حالا خودشون هم الحمدلله اذعان دارن و تشکرم کردن، مثلا برای انتقال اتباع افغانستان که به دلیل شرایطی که در افغانستان بعد از استقرار یک حاکمای جدیدی به وجود اومد، تسهیلات گذر از ایران به اومدن اینجا رو ما بهشون خیلی کمک کردیم. خودشون هم میدونن. ما خوشحالیم از اینکه میتونیم موثر و مفید باشیم. و الا ماشاءالله زمینهای دیگه که من یکی بخشایش رو به شما گفتم، همکاری تو مورد باید مخدر یکی از زمینهای بسیار مهمه. ما حالا مثلا با کشورهای شبه قاره، حالا چون من قبلا تهران بودم تو این زمینه مشغول بودم، تو اون حوزه این اواخر داشتیم بستر همکاری بسیار جواب میداد، خیلی خوب با این استرالیا میتونیم و بسیار زمینهای دیگه. در نتیجه سفرا مجریانی هستن که با نگاه خوب و مثبت میان تعیین میشن. خب اینا نیازمند مساعدت و فراهم شدن بستر اقدام هم هستن. حالا در نتیجه من از ساید خودمون که مطمئنم، از انشالله از ساید این برم بستر فراهم بشه انشالله حتما جواب. من یه سوال برای خودم پیش اومد آقای دکتر، خواستم بپرسم. شما آقای سفیر جدید استرالیا که منصوب شدن تماسی باشون داشتی، تبریک گفتید، اصلا به چه صورت هست؟ از لحاظ دیپلماسی به چه صورت؟ این که بدیهی است. ما گفتم از قبل تو وزارت خارجه ایشون در یک مصدری مشغول کار بود که خب باش تعامل کاری باید می‌داشتیم و داشت. پیش از رفتنم خب یک رسمه، یک عرف دیپلماتیکه که خب با هم یک کورتسی دینری، مثلا یک شام مثلا نزاکتی و مثلا دوستانه غیر رسمی محقق میشه. خب اونم داشتیم باشون و به طور کل سفرای دو تا کشور با هم یه خط تماس تعاملی چیزی دارن غیره. مثلا گاهی اوقات با هم دیگه بعضی موضوعایی که ایشون داره میخواد پیگیری بکنه اونجا، یا مثلا ما بتونه ایشون هم خب این بعد نتیجه ما با ایشون هم دوستیم هم همکار. این چیز هست، یعنی الحمدلله. و ایشون هم شخصی هم که اشاره کردید فرد با انگیزه و مهیای کاره. در نتیجه از این وجه ما میتونیم به شهروندانمون در اینجا به استرالیایی و همه نوید اینه بدیم که ابزار کار مساعد هست. انشالله زمینه‌های کارم فراهم باشه و با سرعت و با چیز بریم به سمت پیشرفت هرچی بیشتر راه.